ما بالاخره هفته پیش رفتیم بازی جام جهانی رو دیدیم. باورم نمیشه. حالا من میخوام یه بخش دیگه ای تعریف کنم ازش. اوکی. ما رفتیم بخشی که فکر میکنم خیلی تعریف کنیم. ما رفتیم بازی انگلیس مکزیکو ببینیم و داونتاون شده بود مکزیکو سیتی، یعنی بجز پرچم‌های مکزیک، آدم‌های مکزیکی و طرفدار مکزیکی من هیچی ندیدم. من برزیلم دیدم ولی انگلیس ندیدم. حالا من شبیه یه توریست انگلیسی وسط مکزیکو سیتی داشتم میرفتم دنبال یه جایی بگردم، یه فن فستیوالی، یه تئاتری، یه جایی، یه پابی، چیزی که بازی‌های انگلیس مکزیکو ببینیم با هم دیگه. درست. تو هم به وسیله عشق قدیمی که حالا به تیم‌های انگلیسی و انگلیس و اینا، بابات هم انگلیسیه فکر می‌کنم، من انگلیسی هم، کلا یه خانواده انگلیسی فن داری دیگه، با من اومده بودی دیگه، حتی به عنوان یه اسپانیایی فن. راستی تبریک میگم، اسپانیا یه مرحله دیگه هم اومد بالا. ایول، آخر می‌بینی که حدس من درست بوده و اسپانیا میشه برنده جام جهانی. فکر نمی‌کنم، ولی حالا من اسم حتی یک تیمشون هم نمیدونم. تیم نه، بازیکن منظورته؟ نه، تیم هایی که تو اسپانیا وجود رئال دارن، مادرید، بارسلونا، اینا همه تو اسپانیا. به من هیچ اطلاعاتی راجع به اسپانیا و تیم فوتبال و ایناش ندارم، ولی اسپانیا رأی منو برای فینال داره امسال. ما پاشیم رفتیم داونتاون که ما بازیای این دوتا تیمو ببینیم. همونجوری که گفتم خب ما هر پابی که پیدا می‌کردیم یه عالمه مکزیکی توش بودن، هر تئاتری که پیدا می‌کردیم یه عالمه مکزیکی توش بودن و همه جا پر، یعنی صف طولانی و خب صف مکزیکیایی که قراره برن. و ما تازه 3 ساعت قبل بازی رفته بودیم، اینجوری بود. خلاصه که ما یه جوری رفتیم سر بازی هم برسیم، بازی به تأخیر هم خورد. هیچ این ور اونور یه گشتی زدیم، یه چرخی زدیم ببینیم چه شکلیه و اینا. ما رسیدیم این ور اونور دیگه داشت بازی شروع می‌شد. دیدم اونجا هیچ جا نیست من بازی رو ببینم، چیکار کنم چیکار نکنم. ما رفتیم اونجایی که تو جی تی ای عکس کفش داره و اونایی که فقط میدونن they gotta know. چی میگفتم؟ if you know نه یه میمه هست they're gonna know. How would they know? they gotta know. No, how would they know? they gotta know. حالا خلاصه که ما رفتیم اونجا، یه تلویزیون 300 اینچ اونور، استیج جایی که ما نشستیم اینجا استیج، یه میله بلند رو سقف اینجاست و توی اونجا هم پر مکزیکی، یعنی تا گردن مکزیکی نشسته بود و 2 تا خانواده ایرانی دیگه که اونو آخرش بهتون میگم. حالا تو بخش داستان زیاد داره اونجا. بازی شروع شد، من داشتم تشویق میکردم این پشت دختره به چی زدم، این پشت دختره اومد تو، اونا هم شروع کردن تشویق کردن و هر کدومون داشتیم 2 تا چیز مختلف رو تشویق میکردیم. این پشت این دختره داشت میله رو میکرد تو خودش، من اونور داشتم بازی رو نگاه میکردم. این شوت میزد، من داشتم اینو تشویق میکردم، پشت سرم داشتن اینو تشویق میکردم و من این جایی بودم که دقیقا دختر و من و مردم داشتن تو یه قاب با هم میدیدن و اون میله که داره اینجوری میچرخه دورش، من این پایمونم داشتم میچرخیدم دور انگلیس و هم دوباره اونجا مکزیکی. خلاصه که میخوام بگم بازی نگاه کردن توی کفش فروشی جی تی ای وی یکی از تجربه‌های خیلی جالب زندگی منه و میخوام اینجوری بهتون بگم مکزیکیایی که انقدر شور داشتن واسه اون بازی و انقدر ذوق داشتن، به خاطر این دوستی که بالا سر ما بود، اون 2 تا گلی که انگلیس به مکزیک زد، من اونا معذرت خواهی کردم، اونا اصلا شونم نبود. با ادب باش. آره خلاصه که خیلی تجربه جالبی بود، حتما پیشنهاد میکنم. به کی پیشنهاد میکنی؟ به کاپل. جدا تنها نرید. چرا؟ همینجوری. خیلی روشن فکر و اوپن مایند محسوب میشه به عنوان یه زن ایرانی.
فقط اوپن مایند اون خانواده اون کاپل ایرانی که اونجا بودن. بذار بعد اینترو تعریف کنیم بچه‌ها. به دیگه چه خبر، خوش اومدید. سلام به قسمت سوم دیگه چه خبر. خیلی خوش اومدید سلام. سلام. من بزیرام. منم ساحلم. و این قسمت از تمام قسمت‌های قبلی پرشورتر، خفن‌تر و با انرژی‌تر نشستیم اینجا و احساس سلبریتی بودن میکنم. دم همتون گرم. واقعا ممنونم از همه کامنت‌های قشنگی که برامون گذاشتین. بذار به رسم برنامه‌مون که اول راجع به چیز صحبت میکنیم، من تصمیم گرفتم به جای اینکه ویو ها رو بگم از این به بعد برم سراغ سابات. چرا؟ چون ما قرار وقتی به 100 ساب برسیم بچه‌ها ولاگ هامون شروع شه، وقتی به 500 برسیم قرار بوک کلابمون شروع بشه و چون بوک کلابم لطفاً زودتر روز شید که من بتونم بوک کلابم بالاخره داشته باشم. سریع. خب ما هفته پیش یادت چند تا ساب داشتیم؟ هفته پیش کنم 200 تا بود. نه 100 خورده ای 50 تا. هفته پیش 5 تا بود. ها من دارم ویو رو میگم. آره. اوکی. ساب 5 تا داشتیم. این هفته فکر کنید چقدر شده؟ 10 تا. این هفته شده 31 ساب. نه بابا ایول. ما الان 70 و خورده ای 80 تا کم داریم تا 100 تا. ریاضیم خاموش شد. 70 تا باشه. در 69 تاست. یه دقیقه فرصت بدین. هول شدم. و اینستاگرام من اصلا فکر نمی‌کردم که اینقدر داشته باشیم توی زندگی مهم بشه. هیچ وقت اینستاگرام اینقدر برام مهم نبوده. ما الان 239 تا فالوور تو اینستاگرام داریم و چه کامنت ها و پیام های قشنگی که من واقعا نمیرسم دونه دونه از همه تشکر کنم. گریه میکنی؟ نه. یه اشکی تو چشات جمع شد. آره گریه نکن. باش. ولی سعی کنیم خوشحال نگهشون داریم. نه خیلی کامنت های قشنگی گذاشتین. خیلی مرسی از حمایتتون. واقعا دمتون گرم. حالا من میخوام بدونم اول چیزهای باحالی که توی پیام و کامنت ها بوده رو روش صحبت کنیم یا میخوای چیزی بگی تو اولش؟ چی بگم اولش؟ میخواستی یه چیزی بگی گفتم میخوای اول اونو بگی یا بریم سراغ پیام و چیزایی که گفتن؟ نمیخوای پیام رو آخر بذاری یا میخوای اول باشی؟ چون وسطای همه حرفامون یه تیکشو میگم، یعنی یه چیزی میگم وسط. اوکی پس هر چی تو بگی دیگه. پس اول یه پیام بگم. ویدا گفته که اونم مثل توه و خیلی وقتا حروفو هم میشماره ببینه زوجه یا فرده. اینو خیلی ناراحتم که این کامنتو خوندم چون حس میکنم که ویدیو برام قراره شروع کنم الان که آنلاک شده برام. این کار نکن. خیلی سخت میشه. این کار نکن. ولی خیلی برام جالبه که یه نفرم مثل من میشماره اینا رو. من عاشق گیفایی هم که فرستاد. خیلی دوست داشتم. خیلی خوب بود. من اون قوله رو دوست داشتم که اینجوری میکرد. آره بچه لطفاً بچه اینستاگرام مخصوصا اگه یه بخشی از این ویدیو رو دارید از اینستا میبینید یا جای کراپ شده یا هر چیزی یا اگه خودمون گذاشتیم تو ریلز لطفاً ساب کنین تا برسه به اون عدده و اگه ساب کردید چون ایرانیان وقتی با VPN میان اون ساب ممکنه بپره، برین توی یوتیوب دوباره چک کنین و ببینید که سابتون پریده یا نه. اگه پریده بود دوباره ساب کنید چون میپره سابا چون از ایرانن. و ممنونم واقعا از همتون چون خیلی خیلی حال دادن. خیلی. پس لطفاً حتما اگه میتونید کانال ساب کنید چون واقعا به این سابا نیاز داریم که یک بریم ولاگا رو شروع کنیم، 2 برسیم به 500 تا که بوک کلاب رو شروع کنیم. برای کسی هم که نمیدونم من خیلی کوتاه دوباره توضیح بدم. ما هر وقتی به 500 ساب برسیم کتاب هایی که اسپایسی ان، کتابایی که تو ایران ترجمه نمیشن یا اگه بهش خیلی سانسور میشن اینا رو قراره تو اون بوک کلاب بذاریم، حرف بزنیم راجع به شاید کتاب صوتیشو با بچه‌ها درست کنیم. به خاطر همین خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته. خیلی هم اصرار دارن که نمیشه زودتر این کانال تلگرام برسه. گفتم نه الان واقعا زوده و همین. ببین نمیدونم چی کار کردم. جلوی میکروفون اگه بگی خیلی خوشحال میشم. گوشیتو میتونی بیاری بالا. نوتام فکر کردم گوشیم قفله. داشتم بازی میکردم این همه.
بعد نگو باز بوده و الان نوتام نیست. پاکش کردی یعنی؟ نه پیداش کردم تو آرشیو رفتم. اوکی. آرشیو میدونستی که واقعا آرشیو نیست؟ آرکایوه؟ آرکایوه. من فکر کنم میدونستم. پارسال فهمیدم اینو. یعنی من یه کلمه هست که حتی زودتر میدونستم درستش انگلیسی چیه. آره. درسته. خیلی جالبه نه؟ واقعا یکی از عجایب نهگانه دنیا است. الان چرا میگی 9 تا بعدم به چرا مرور 9 تا زمان واقعا؟ توضیح میدم. درسته. یکیش خودم. واو. انگلیس اومد بالا به کوری چشم تمام اون ایرانی‌های عزیزی که داشتن طرفداری مکزیک می‌کردن که من یاد دیدم 2 تا ایرانی یه جایی هستن. گفتم خب اینا دیگه انگلیسی‌ان. آره مکزیکی اصلا بودن. چون منطقی نیست. اگه داری این ویدیو رو می‌بینی حجم طرفدارای مکزیک چرا انقدر بالا بود؟ زیادن دیگه اینجا به هر حال قاره آمریکاست. آخه وقتی انگلیس برد من دقیقا شبیه اون فایتره که تکی زامبیا دورشو گرفتن بالای یه ستونی وایساده داره همه رو با شاتگان میزنه. من اون بالای اون ستونه نیوجرسی وایساده داشتم تکی انگلیس رو وسط یه سری السالوادوری تشویق میکردم. آره چرا نیوجرسی؟ اسم اونا نیوجرسیه. این بلوکای سیمونی رو بهش میگن نیوجرسی؟ آره. چرا؟ واقعا نمیدونم. خیلی برام جالب شد. آره اساسا نیوجرسی وایساده داشتم داد میزنم انگلیس رو تشویق میکردم. همه مکزیکی. انگلیس که بازیو برد یا دیدم از اون دور یه سری دارن لباس این چیزو در میارن انگلیس. مردم اومده بودن شبیه مسیح اون پایین داشتن اینجوری بود. خیلی عجیب بود. کجا بودین شما؟ دقیقاً این هم مدت ببین ما اون خیابون رو 1-2 بار رفتیم اومدیم ولی باز همون هیچ کس رو ندیدیم. کسایی که ونکوورن میدونن گرنویل رو 2 بار بری بالا بیای پایین انگلیس فن نبینی خیلی عجیبه. خیلی بزرگه اون خیابون. کجا بودین؟ چه بیاییه. شاید یه جای مخفی بوده. شاید مثلا تو کوچه پشتی یه بار بوده که فقط برای انگلیسی‌ها بوده. روبروی همون باره که دقیقه آخر من جلوش بودم یاد نیست چقدر طرفدار انگلیس اومده بودن و اینا داشتن چیز میکردن همون کنار من. آره کجا بودین؟ نمیدونم واقعا کجا بودین؟ بعد تفاوت مثلا چیز رو دیدی؟ برزیل یک مثلا باخته بود چه مردم چه خوشحال بودن بیرون داشتن میرقصن. مکزیک که حذف شد مردم داشتن شادی میکردن. آره. چقدر بازی بود. فوتبال برایشون سرگرمی بود. آره خب. ما چقدر برامون حیثیتیه. چقدر ما کلا تیم کشورمون رو بذاری کنار. خیلی جایی که دوست داریم اصلا نمیفهمم. خیلی داشتن حال میکردن عشق داشتن میکردن. یعنی اومده بود یارو یه بلیط خریده بود اومده بود ونکوور بازی ها رو داشت نگاه میکرد الان تموم شده بود داشت برمیگشت خونش. همینقدر تفریح. آره. حالا ما خیلی عجیب بود. چطوری اون ساینس برده رو توپ فوتبالش کردن؟ ویدیوشو من دیدم. این یه چیز اینجوری بود دیگه کلا. خب آره. اومدن یه سری استند تور گذاشتن که این نمیدونم چی میشه این شکلی ها. این شکل 6 سلیا. آره 6 سلیا رو بتونن بزنن بعد اون توپ رو چاپ کردن تو 6 سلیا چسبونن روش. آره همانقدر ایزی. خیلی خوشگل بود. خیلی خوشگل بود. آره. و اونجا فن فستیوال بود. فن فستیوال هیچ خبری نبود. انقدری که گرنویل خبری بود گرند فستیوال هیچ خبری نبود. اصلا فن فستیوال این فن فستیوال روبرو بی سی پلیس بود. آره. امروز هم چیز کردن. دیروز بود امروز بود آوردن پایین تمام چیزای فیفا رو از رو بی سی پلیس. توپه هست ولی فکر نمی‌کنم نمیدونم. خب من نمیفهم تازه رسیدیم به خدافظ دیگه بعدم برگردید سر زندگیتون. تا همین جواب زیادی رو دادیم بهتون دیگه چیز کنید اینجوری جمع کردن. خدافظ. هنوز تمام نشد آخه من نمیفهمم. انگشتش اینجا بشن رو احساس خیلی لوس بودنی دارم. مخصوصا با نگاهایم که داریم ممنون میشم. آره ولی خلاصه فاز خیابون ولی خوب بود. خیلی حال داد. خیلی فازش خوب بود. بعد یه مغازه هم پیدا کردیم ارزون فروشی.
آشغال فروشی بود تقریبا. آشغال بود واقعا، ولی یه فیجت به ما رسید ازش دیگه. میگه من کدوم فیجت ها بخوام فیجت مردم بگم فیجت چی؟ کیوبایی بود که داشتم هر طرفش چیزی داشت. آره اون خیلی خوب بود، ولی اون دکمه‌ایش که من خیلی دوست داشتم خراب شده بود برات. یادته اون دکمه که آن آف میشد؟ یادم نمیاد. به هر حال اون اگه پیدا کردی برام بگو. فکر کنم تمو اینجا داشته باشه. تمو که داره، تمو همه چی داره. نه همه چی دم نداره. تمو گرم، ندارم. دم شین گرم. من شین بیشتر دوست دارم. میشه دم آمازون گرم، یعنی پولم برسه به یه جایی که دیگه دم آمازون گرم باشه، یا مثلا دم دولسا گابانا، مثلا دم دولسا شنم. نیست بیبی، دولچه انکابان. ببین انقدر فقیرم اسمشم نمیتونم. فراری فراری هم فراری. چرا اندرو گارفیلد شبیه منصور شده؟ چرا؟ بذار عکسشو بیاریم اینجا. آره قشنگ انگار داره میگه که قرارمون ساعت عشق. هیچ وقت انتظار نداشتم که منصور و اندرو گارفیلد رو یکی ببینم. اینکه تام هاردی و علی دایی یکی دیدم واقعا برام کافی بود. اونم خیلی ناراحتم کرد. یعنی واقعا برام کافی بود و احساس می‌کردم پس فردا مثلا نیکول کیدمن و مرجان گلچین رو با هم یکی می‌بینیم. وای ترکیب سمی ها. وای این چیزی که گفتی واقعا کابوس شب‌هامه. مرجان گلچین، نیکول کیدمن. ببین مرجان گلچین تو زندگی واقعی خیلی بدم نیست اونقدر. آره ولی داری تو سریالا من فقط نه ولی جدی شارلی ترون بهار افشاری فاک نه عاشق شارلی ترونم، واقعا زیباست. بهار افشاری اصلا نمیدونم کدوم بازیگر راستشو بخوای. بهار افشاری نمیدونی که تو بهار راهنما رو در نظر بگیر. بهار راهنما تو شب‌های بهاره بهار راهنما رو دوست داشتم. بهار راهنما تو شب‌های بهاره نیست. لیلو بود دیگه. لیلو چیزه بهنوش بختیاریه. بهنوشه. تو کیو گفتی؟ بهار راهنما. بهار راهنما زن پیمان قاسم خانی بود قبلا. درسته شبیه یک کسیه که نمیتونم راجعش صحبت کنم. آره اینجا رو همه میدونم ولی لازم نیست که بیشتر. آره ولی اینجوری. بعد داشتم اون کاپله رو میگفتم بهت. تو اون چکمه. آره اصلا خالی کردن قبلش بگو که وقت کسی به کسی بیادرن. اگر که شما فهمیدید که ما داریم چی میگیم، منظور از خاله کردن چیه، شما ازمایید. ما توضیح نمیدیم خودمون. ممنونم. چرا خب الان ببینم که اوکی بس شروع کنم خالی کردن. آره ببین صحنه‌ای که هست خب معمولا یه سری صندلی بار میذارن بغلش دیگه. خب تو همون چکمه. خب وقتی اونجا میشینی بعد ساعت هفته پشما آروم باش بخوابیم. بریم باشگاه. به قرآن که بریم بخوابیم. وسط فانتاز. شب بخیر. مرسی که اینجا. خدا. آره چی داشتم میگفتم؟ وقتی که رو صندلیا میشینی خب ویوت بهتره، نزدیکتری، دستت هم باید تو جیبت باشه، برسه به هر حال دستت تو جیبت. تیپ زونه اونجا. تیپ زونه دیگه دقیقاً باید تیپ بدی. خب بعد این کاپل ایرانی عزیز ما که فکر می‌کنم میان سال هم بودن. خب فکر می‌کنم اونا هم دنبال یه جایی بودن که بازی رو ببینن اومده بودن. نمیدونم من سعی می‌کنم قضاوت نکنم. نمی‌رسید که می‌خواست بازی رو ببینه. آره چون بعداً ولی خانم مصر با قیافه اخمو و اعصاب خورد که این چرا داره اینجا میرقصه، چطور راضی شده بود که بیاد تو. آره نمیدونم. نشسته بودن اونجا و هیچ کاری نمیکنه، یعنی تیپینه اصلا نمیدادن. من وسطش چیزی بگم لطفاً اگه کاپلید و یکیتون راضی نیست برید کلاب، نرید کلاب. واقعا تاثیر میذاره رابطتون، نرید. احترام بذارید به نظرم. اخلاق بعد یارو داشت جلو دنس میکرد، تو با اخلاق سگ داری نگاش میکنی که چرا داری جلو شوهر من میرقصی. خب خانم نشستی تو وی آی پی زون، اون یارو وظیفش اینه که بیاد به تو با شخصا به تو سرویس بده. دخترش جلو شیک میزنه میگفت که نگاه نکن سرتو بکن. نه من ایناشو نیدم. حالا من به داشت میگفتم خب اینا چرا اینجا. ولی آره نرید بچه‌ها. اگه واقعا یه نفرتونم بد فاز، اصلا نمیگم این کار خوبیه کار بدی، اگه دوست دارید برید، اگه دوست دارید نرید. خب ولی اگه قراره برید قبلش دم در با هم دیگه صحبت کنین. اوکی من برم اینجا یه
پرفورمنس ببینم، چون قرار کاری بکنی که پرفورمنسه، داری پرفورمنس میبینی رسما. اگه اوکی نیستید نرید لطفا، چون اون بدبخت فکر می‌کرد با اون حال نمی‌کنی، اون با اون قیافه عقل بود. ببخشید واسه رفتم بایرم. آره نه اوکی. بعد که این آدمایی که اونجا کار میکردن گفتن که آقا اینجا میشینی باید تیپ بدی دیگه، یا اینجا یا تیپ بده یا بیا این بر روی میز صندلیا بشین. آره بعد نه عصبانی یارو پا شد رفت نشست یه جای دیگه این شکلی. بعد ولی زنه خوشحال‌تر بود. آره زنه اون زنه خیلی خوشحال بود چون زندگی بهتر، میزی که دسترس بود خالی بود خیلی دور بود، پشت ویترس بود اصلا، پشت بار بود. آره واسه همین زنه خیلی خوشحال بود. ولی کلا میگم که چرا خب چون اگه زن نبود احتمالاً بعد پای دختر نمیتونم. اگه زن نبود بهت میگفتم که میتونه، چون مرده با یک رغبت بالی داشت نگاه میکرد، با من پرفورمنس نگاه نمیکرد، احساس میکرد که این با اون حال کرده، یعنی حتی نمیدونست که اون جایی که نشسته چیه. ایول این دختره با من حال کرده، امشب زنه رو طلاق میدم صبح پایینم. متاسفم برات. ما خاله داشتیم میکردیم، ما اینجا قضاوت نمیکنیم، ما تحقیر میکنیم. یاد ما شب چیز افتادم، مافیامون افتادم. چی میگفتیم؟ یک قانونی بود که لیا گذاشته بود وقتی مافیا بازی میکردیم. به هم فوش میتونیم بدیم ولی توهین نمیتونیم بکنیم. فوش بده ولی توهین نکن. آره یادم افتاد. آره شات اوت لیا کلاسای بازیگری و اینا شروع شده. آره دیدی کی تو ویدیو بود؟ حالا آره بابا حمید. آره خیلی تعجب کردم، خیلی خوشحال شدم. پدرم نیست بابا حمید، نه لقبه لقبم نیست، سر از هویتش با اون شخصیتش اینجوری شکل گرفته. آره اگه بتونیم حتما چیز میکنیم، واقعا خیلی دوست دارم که میتونستم تو اون کلاس شرکت کنم. منم همینطور خیلی خوش میگذشت. خیلی فکر کنم بابا حمید باشه، لیا باشه، ما واقعا این اکیپ با همه دور هم بریم بشیم پابجی بازی میکردیم. این ناراحت کننده است که اینو گفتی دور هم باشیم و اینا، من یاد اجرای چی کلی افتادم و تو داری میگی با هم پابجی بازی کنیم. حداقل تو نباید بگی. چرا؟ تو هم باید یاد اون بیافتی دیگه. آخه ببین حمید بود، لیا بود، کیانوش بود، من بودم، 4 تا آدم که واقعا اگه 5 ثانیه هر کدوم حرف میزد رو کاغذ مینوشتیمش یک خروجی پرفکت در میومد توی تئاتر مملکت. نشسته بودیم سنگین، یه دونه داک برق گذاشته بود اون وسط، چه ترمینال جنوب داشتیم سنگین پابجی بازی میکردیم. کیانوش آخرش بود حاجی من دیگه گوشیم شارژ نداره، من میرم خونه، الان دیگه نمیتونم چی بگم، آلرژی گرفتم، ببخشید کیانوش. یه شاتات تو کیانوش و بابا حمیدم بدیم. آره من میگم شاتات به نازی هم بدیم دیگه. نازی ناز کن که نازی. بعد خب اینجوری به آزین بگیم، به دیگه کی؟ به خیلی دیگه باید شاتات بدیم. کی مثلا؟ امیر سون هست. آخه اینا رو الان بخوایم بگیم تمام نمیشه. چرا داریم میگیم اینا رو؟ سیج سجاد فقط برای خودش میذارم، اینو برای شخصا بفرستم. سجاد. من با یه مقوله جدیدی آشنا شدم اسم نان باینری. خب نخند، یه دقیقه آروم باش. چرا؟ چون من اینو نون باینری میخوندم، فکر کردم که این نون باینری یه نون جدیده. باور کن یه دقیقه لطفا قضاوت هم نکن، چون قضاوت only God can judge me. I'm your God. نه خب آره من فکر کردم واقعا یک نونیه مثل نون بقبقی، نون باگتی چیزی، خب ولی نه این شکلی نیست. لطفاً کسایی که نان باینریان یه دقیقه چیز باشن، یه دقیقه آروم باشن. من توهین نمی کنم، اشتباه میدونستم، آنا فهمیدم. اوکی اونجایی که چیزای جدیدم برام یه مقدار درکش راحت تر شده، اینا راحت پذیرفتم. نان باینری یعنی جنسیت نداری، انتخاب کردی که نظرم بشی نمرد بشی، جنسیتی نداشتی، یا جفتش باشی، یا جفت، هر چی دوست داری دیگه، بدون اینکه بخوای عمل کنی، بدون اینکه بخوای جنسیت رو تغییر بدی، هیچی.
بدون اینکه به خود دست بزنی یک نان باینری هستی و تو دیگه نمیتونی. حالا توی فارسی خیلی راحت تره چون ما هی و شی و اینا نداریم. آره. میگیم تو، اون، و نمیگیم اون دختری اون پسر. خیلی توی فارسی راحت تره. توی فرانسه که همه چیز جنسیت داره نان باینری ها دیوونه نمیشن. من موضوع اینه. نه چرا باید دیوونه بشه؟ همه چیز جنسیت داره دیگه. خب که اونا جنسیت داره چه ربطی به اونا داره؟ خب اونا نان باینری ها یا میان میگن چرا مثلا این بعد جنسیتش این باشه، این جنسیت نداشته باشه. فکر نمی کنم به جز تو هیچ کس دیگه همچی فکر بکنه. از کجا میدونی با چند تا نان باینری ولی میدونم که اونایی که تو آلمانه خیلی خوشحال میشن چون یه چیز داریم به اسم خنثی. همین لازم نیستش که تصمیم بگیرن. ولی فکر میکنم نان باینری ها چند وقت دیگه به ادبیات فرانسه حمله کنن. فقط اون ادبیات نیستش که هیوشی داره که. نه جدا از هیوشی فرانسه همه چیز مرد یا زنه. میدونم. چی شد به فرانسوی؟ فمینین ماسکولین. آره. تو داری کم کم خودتو کلیپسی میکنی درسته؟ آره. اینجا یه خانواده کلیپسن. چطوری میتونم نشون بدم؟ نمیدونم. وایسا. نمیدونم، امیدوارم، فکر میکنم. وایسا. میخوای پاشی پاتو بکنی داخل اون چیزا، صندلی جا بجا. یه آهنگ داشتم از ابی گوش میکردم. نه بعد این کارو بکنی. شاد بود. خدا رو شکر جوی ابی یارش جواهر؟ نیست. نه. خب اسم آهنگ قصه عشقه. خب من میخوام ازت اجازه بگیرم متن آهنگو بیارم. میخوای استعداد مخفیمو آره رو کنی برای همه؟ و میخوام چیزی که توی ذهنم گذشت رو برای تو به تصویر بکشم. اوکی. میگه چند تا تیکه متن گلچین کردم. اولا که دیدی این پدر بزرگ مادر بزرگ میگه آهنگای جدید خیلی چیزای خاک بر سری داره، خیلی جنسیه، خیلی چیزا اینا. نمیدونم تا حالا با اینا نشستی که همه چیز فیلم کنن جدیدن، خیلی همه ولنگو باز شدن اینا. این آهنگ اسمش 18 تا بچه داشته یا آره. اسم آهنگ قصه عشق از ابی. قطعا تمام ایران این آهنگو شنیدن. از ابتداش من میخوام یه چیزی بگم. شب با اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. ابی دختر رو داره میبره یه جای تاریک تا صبح بیدار نگهش داره. تو اول تفسیر تو بگو بعد من تفسیرمو میگم. من میخوام به جای ببرم بچه‌ها. عاشقت بودن عشق منه، اینو قلبم فریاد میزنه، ضربان قلب بالاست اینجا. گریه مستی داره صدات. دختره صدایی داره که صدای گریه کردن داره. این صدای عاشق شدنه. یه نفس بیشتر فاصلمون نیست. اینجا چه که بد میشه. چه تب و تابی باز تو شبامه. به به. خب اومدی موندی شکل دعا توی هر یارب من. این همون او مای گاد نیست، هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه. خب و باز هم تکرار میشه و اینا. و فقط میخواستم این سوالو از تو بپرسم به عنوان یک نفری که اصلا قضاوت کار خداست، ما فقط برای چیزای دیگه اومدیم. میخوام بدونم که آیا این آهنگ نباید بن بشه از یه سری جا؟ نه خوب گفته دیگه. مثل همون تفسیرهای معلمای ادبیات که میگن این شراب عرفانیه، اینم همین مایندست رو برداشته و توی شعرش و توی داستان آورده. خب ولی توی یک جاش اشتباه کردین. اولش که میگه شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه و دست آفتابم بهت نرسه، این دنبال یک دختر آفتاب مهتاب ندیده میگرده. یعنی دنبال هر کسی هم نیست. استفاده واقعا با معلم ادبیات دبیرستانم دارم صحبت میکنم. بله آره. خب دنبال یک دختر آفتاب مهتاب ندیده میگرده
که یک جا اتفاقی با هم تنها موندن یهویی یعنی دختری که آفتاب مهتاب داره یهویی با ابی آفرین. بعد اینا ضربان قلبشون رفته بالا، استرس و اضطراب و هیجان همه اینا با هم، که دختره ولی میگم چون آفتاب مهتاب ندیده است هی داره دعا میکنه، میگه که خدایا منو ببخش اتفاق نیفته این داستانا، ولی ابی پلنشه چیز دیگه. ابی چیده امشبو. دختره از اونجایی که میگه خدایا منو ببخش و بذار هیچ اتفاقی نیفته میرسه به همون اومایگاده. میدونی این سر روند این داستانه. سر روند چی؟ نمیدونم ولی من فهمیدم، ولی امیدوارم کسی نفهمیده باشه. سیر این داستانه، منظورم این بود دوستان. پس من فارسی بلدم. از اونجایی که تو 6 تا زبون توی سرت همزمان یه درکت. این یه متنی رو میخوام که قبلا شنیده بودیم، انگلیسیشو لطفاً بگو. یه جا اون مصاحبه هست با بی بی سی میگه سر آرتور کیملات. خب سوالی که میپرسه چی بود؟ سر آرتور کیملات و اون شوکه میشه میگه Sir Arthur from Camelot. No, it has been said that Sir Arthur Camelot. Do we know how much? Like how was the amount? دنبال مقدارش میگشت که دقیقاً چقدر جای ثبت شده اصلا که چقدر کاغذه. آره مثلا 14 اونس و شیشه. آره گفتش که No, Sir Arthur from Camelot. It's a place that he ruled, like his kingdom. گفتش که do we know if he ever came a lot or was it a normal amount? گفتش که as far as I know he only had one child. So and then بعد از مصاحبه بعد از همه سوالا گفتش که probably not then. من سعی میکنم اینا رو زیر ریسش همزمان براشون بذارم. بعد من به یه چیزی فکر کردم. خب اسامی فارسی اینو دوله شکل چی بوده؟ دوله دیگه مطمئنیم ما داریم درست میخونیم؟ فکر میکنم داریم یه جوری میخونیم که اینو دوله ناراحت نشه. من مطمئنم. بزرگ علوی دقیقا چه چیز بزرگی داشته؟ وحشی بافی رفتارش چطور بوده؟ مثلا کوچک جنگلی چقدر کوچک بوده مگه؟ یه سالایی که واقعا ذهنم از واقعا 2 روز درگیر کرده که من واقعا دوست داشتم بزرگ علوی نزدیک ببینم. فکر نمی کنم دوست داشته باشی. خیلی هم آخه مثلا اغراق شده چون خودش رو خودش گذاشته. یعنی میگی که برای کوچک جنگلی هم اغراق شده؟ کوچک جنگلی و چون چیز بوده یه جورایی چریک بوده میخواستن خرابش کنن. تصورم اینا. البته نمیدونم بچه داشتی یا نداشتی. اگه نداشته ممکنه که درست باشه. باید ببینیم که بزرگ علوی چند تا بچه داشته. آفرین. چون ممکنه اینم اغراق کرده ولی خب به سایز نیستا. ادبیات ایران امروز واقعا داریم با تیشه ریششو میزنیم. آره اسم کنم بعد بحثو عوض کنیم. آره موافقم. جدیدن داریم میریم باشگاه. چند وقت داریم میریم باشگاه؟ جدیدن من دارم دوباره میرم باشگاه. آره این برای تو جدیده. آره و قفل شده بود. یعنی من قبل از اینکه برم تورنتو داشتیم میرفتیم. من رفتم تورنتو دیگه استاپ شد و بعد از اینکه برگشتم نمی اومدم. انگار قفل شده بود واقعا. درگیرم بودی؟ آره درگیر که بودم ولی باز تنبلی من می اومد. یه روز که من رو به زور برده دیگه قفل باز شده. الان دیگه خوبه دیگه اذیت نمیشم اونقدر. آخه باشگاه هم دوست داری جدیدن؟ آره خوش میگذره. برنامه غذاییت هم باید عوض کنیم انشالله. این کیک وانیلیه که آوردی امروز واقعا یکی از چیزایی که واقعا تو رژیم قندت میتونه تاثیر مستقیم خوب داشته باشه. خیلی لازم بود. آره یعنی من دارم به روزانه 1300 کالری خورم میمیرم. شب میای پات کیک رئیسم بود. خب چیکار کنم؟ دستش درد نکنه. گفتی رئیس یاد این پیازه و اینا افتادم.
خانم پیاز با آقای بادمجون به خانم توت فرنگی خیانت میکنن اینا. نه ببین پرتقال و توت فرنگی هن که با هم تو در یک رابطه متحدن. نه پیازه که پرتقال بعد با پیاز به توت فرنگی خیانت میکنه. آخه کی با پیاز به توت فرنگی خیانت میکنه من نمیفهمم. شرک. بعد توت فرنگی چطور نفهمیده؟ خب بو پیاز میده دیگه. سر کار بودم. سر کار بودی همکارتون نمیگیری به مالی به خودت که چرا بدنت بوی پیاز میده؟ همون دیگه. حتی ممکنه سر کار باشه بالاخره. سر کارم باشی باز یه فاصله داری از همکارت دیگه. من نمیرم خودم بمالم به همکارم که. جا تنگه. نه جا زیاد هست. کلی اتفاقات جدید سر کار من افتاده. موقعی که من اومدم یه حدود 30 نفر آدم بودیم، الان مثلا 8 نفر موندن که اونا میرن 2 نفر دیگه شون فکر میکنم. حست نسبت به منیجر بودن چطوره که آدم شرکت داری تکی؟ چه ربطی به من داره؟ آخه خوبیش اینه که منیجر بالا سر تو یه جوریه که اینا بیرون نمیکنن. این هست. آره این هست. اون هست تو هم هستی دیگه. یه شرکت به فقر کاملا برسونه پولتو میگیری. دقیقاً. الان دیگه من و اونیم تو دفتر واسه خودمون. دفتر جابجا نمیکنه الان که خودت اونید فقط. نه برای چی دفتر جابجا کنه؟ به اون سخت نمه دیگه. خب 2 نفریم دیگه به ماشین من ندارم. بیاد اینجا بشید کارات رو بکنید دیگه. نه این کار نمیکنه. به هر حال داره استخدام میکنه. ببین آدم کافه جایی بگیرید برید هفته یکی 2 بار. ببین دفتر برنابی هست دیگه برید به خدا بگو بهش ببین برو مخش. ببین شرکت کل کانادا آمریکا سر تو چوخ. بکن راجر یو میاد سهامش میشه $1 1 سنت. $1. خب آره خلاصه که خیلی کلی اتفاقات داره میفته سر کارم. رئیس ها یه روز قاطی میکنن یه روز حالشون خوبه. منم نمیدونم دقیقاً باید چیکار کنم. تاثیرات کوکائین اینا. آره این که فکته. تاثیرات کوکائین واقعا روی زندگی رئیسا خیلی میتونه عجیب باشه. خیلی میتونه عجیب باشه. مثلا امروز معلوم بود که بهش جنس نرسیده چون آخرش ببین واقعا داشت داد میزد سر اون یکی و بعدش هم قاطی کرد تو سر کل آفیس و رفت بدون خداحافظی. چی رفت؟ گفتم که اوکی خوش بگذره فردا شنبه میبینمت. اصلا معلوم نیست بیبی. فکر کنم امروز یا جنسش خوب نبود یا نرسیده بهش. من خاطره که سر کار گفتم مثل مشکلات هست تو تعریف کرده بودم توی پادکست. نمیدونم میتونم بگم؟ چرا نتونی بگی؟ من یه سری مشکلات دارم با منیجرم صحبت کردم. کانادا اینجوریه که توی منیجر داری منیجر دیگه داره منیجر دیگه داره همینجوری میره بالا تو برسه به اون مین کمپانیه و خدا رو شکر یه جوریه که تو به هم دسترسی داری. بعد من رفته بودم با منیجر صحبت کردم گفتم این مشکلات هست. اون گفت اوکی حل نشد. رفتم به منیجرش گفتم اونم گفت اوکی حل نشد. رفتم به منیجر اون گفتم یعنی رئیس کل اون جایی که من هستم و حل نشد. یونین اومد. به نماینده یونین گفتم فکر کنید چی گفت؟ اوکی خیلی سخته واقعا و رفت. گفتم خب من واقعا متوجه شدم که شماها پلنی ندارید واسه تغییر و اینا. شما کمر بستی گفتی فوش ندم من چیکار بکنم؟ کمر بستی به نابود کردن من. یه چیز دیگه هم بگم ما بیشترین کامنتی که گرفتیم راجع به این بوده که وایبمون باحاله و باش حال کردم و هر جوری شده ادامه بدیم. دمتون گرم بازم. آره واقعا ممنونم و هیچ وقت فکر نمی‌کردم که راجع به من اینو بگید. یه دونه چیز دیگه هم هست. عرفان گفته که راجع به عادتهای عجیب گفته چون میخوام راجع به این صحبت کنم اینو هم میخونم. گفته که 10 تا کتاب میخره تا قبل از تمام شدن مثلا 2-3 تاشو میخونه دوباره میره 10 تا دیگه میخره. بعد پرسیده که آیا ما هم اینجوریم یا نه و اگه آره چی کار میکنیم اگه نه چطوری؟ ببینید من یک مود ریدرم. خب میدونی یعنی چی؟ توضیح بده. نه میخوام بدونم میدونی یا نه. توضیح بده. نه نمیدونم. توضیح بده.
نمیدونم. من یه لوزره. نه نه. من یه مود ریدرم که یعنی مثلا الان حال میکنم یه ژانری بخونم یا الان حال میکنم برم اون کتابه رو دوباره بخونم و اینجوریه که مثلا یه ویدیو مثلا تو اینستا میبینم از اینه که کتاب پیشنهاد میکنم، بعد میبینم مثلا ژانرش خوبه، خب بعد دیگه وارد اون چاه میشم. مثلا یه دفعه میرم مثلا 20 تا کتاب رو کیندلم میخرم یا مثلا فیزیکی میخرم، بعد یا یکیشو میخونم دیگه نمیخونم یا کلا نمیخونم که الان توی اون مودم، الان کتاب نمیخونم. نمیدونم قفل شده برام فعلا. یا اینکه میشیدم همه اون 10 تا کتابو میخونم. واسه همین هیچ پترنی نداره کتاب خوندن من. داشتم به چیزی فکر میکردم این بسط. یه جنگ هست، معمولا جنگای شکلیه، سونی فنی یا ایکس باکس فنی، یا مثلا اندروید بازی یا آی او اس بازی، پی سی یا مک. یه جنگی هم هست بین کوبو و کیندل. ما جفتمون دقیقا روبروی همیم. تو کیندل داری، من کوبو دارم. بخاطر همین هیچ وقت کتابایی که تو میخری و من ندارم، هیچ وقت کتابایی که من میخرم و تو نداری. بخاطر همین ما همیشه یه چیزی وایسه یه چیزی داری اشتباه میگی، ربطی به کیندل و اینا نداره. رو کوبو هم کیندل میتونی بریزی و همون رو داشته باشی. نه خب ای شاپشون فرق میکنه. ای شاپشون فرق میکنه؟ یعنی رو کوبو تو کیندل نمیتونی بریزی؟ کوبو اون کیندل دوتا چیز جدا هم. نه بابا. خب چرا کسی باید بره اصلا کوبو بخره؟ چون بهتره. از چه نظر؟ شاپش مثل کیندل خوبه؟ همون دیوایسشو دوست داری، چه میدونم با سخت افزارش حال میکنی، قیمتش ممکنه خوب باشه. مثلا قیمت همین کوبو رنگیه خیلی مناسب تر از کیندل رنگی است. همونقدر کتاب داره؟ همونقدر کتاب داره. فقط کیندل مال آمازونه، کوبو مال آمازون نیست. نه مال کجاست؟ نمیدونم. میخوام بدونم مال کیه؟ به دست بزنی بهش بگی که این مال کیه و جوابتو میده. بزنی بخواه بیارمش. بیار ریدر تو بیار. و آره ما هیچ وقت کتابه هم دیگر نداریم. هیچ وقت. دیگه این جنگه هست و من معمولا عاشق کوبو هم راحت تره، هم سبک تره، هم قیمتش مناسب تره برای خریدن و با سخت افزارش حال میکنم. یکیه؟ نه یکی نیست. تقریبا یکی، اونقدر فرق ندارم. خب اون انقدر فرق رو میرم 2 تا کتاب باش میخرم توی تخفیف. برای کسایی هم که کتاب الکترونیکی میخونن، حالا چه گوشی چه چیز، ای بوک، ما ترجمه های کتابی که داریم آماده میکنیم ایپابه و آره. هم توی اگه ای بوک ریدر دارید میتونید بریزین، هم اگه مثلا کیندل یا کوبو یا هر چیز دیگه داشته باشین اونجا میتونید کپیش کنید. و یا حتی اگه رو گوشیتون هم میخونین خیلی ایپاب ریدر خوب ورق میخوره. آفرین. یه ایپاب ریدر خوب داشتن خیلی مهمه، چون من از وقتی که روی گوشی عوض کردم شده سامسونگ، خب ایپاب ریدر خوب پیدا نکردم و اصلا دست و دلم به کتاب خوندن نمیره. خب آیفون تو برای کتاب تو اون تو بخون، هم کیندل عزیز تو بردار. کیندل عزیزم رو سر کار چون نمیتونم ببرم، چون من سر کار وسط کار دارم کتاب میخونم. خیلی خوب. بعد تظاهر کنم داری چیز میکنی دیگه، شرکت داره به چه بعد تظاهر کنم که دارم کار میکنم دیگه، کیندل امتحان واسم بگیرم. خیلی درگیر این چیزا. ما این کتابا که ترجمه میکنیم کپی رایت نداره و خیلی چیزا این شکلی، بنه ایران رو بردارین، کتاب ها اونجا فروش بره، ترجمه رسمی بشه، اتفاقات درست بیفته. چشم. وقتی که سینما فیلم های درست رو نمیذاره مجبور میشن که قاچاقی دانلودش کنن. وقتی کتاب توی کشورمون وارد نمیشه، ترجمه نمیشه و اینا، مجبورن که
مثل ما این کارو بکنن و این درست نیست و کاری هم که ما میکنیم قطعا درست نیست. یعنی اگه کتابی باشه که تو ایران ترجمه درست باشه ما قطعا نمیریم سمتش. آره. ولی وقتی کتاب وارد نمیشه، ترجمه نمیشه، مخاطب ایرانی با 1000 تا سانسور و حذف شدگی و اینا روبروه، خب ما فکر میکنم کاری که داریم میکنیم از نظر خودم اشتباه نیست. چون من یه سوالی میخوام بپرسم که فکر میکنم من باید جوابشو بدونم، یعنی خیلی خجالت آوره که دارم اینو میپرسم. بخاطر خانواده‌تون. دقیقاً. اونم اینه که وقتی توی کتابی رو میخوای بری بدی چاپ کنم برات، باید حداقل حق انتشار داشته باشی. ببین خیلی داستانش طولانیه، واقعا خیلی طولانیه. بگذر. آره بابام میپرس. آره خیلی طولانیه. اوکی. چون هر فرد با فرد فرق میکنه، کتاب با کتاب فرق، نویسنده با نویسنده فرق. آفرین. من میتونستم چیز کنم. تو اگه یه کاغذ از سایه برا من گیر می آوردی بهترین کادوی زندگی به من داده بودی. با بزرگت نداد به من. نداد. با بزرگم خیلی خساست خرج. آخه یه تیک کپیش هم به من میداد. برداشته بود تایپ شده شو میداد. تایپ شده میخوام چیکار کنم؟ دستخط سایه رو میخوام. این سفر رو جابجا کن. خب چیکار کنم اونو؟ اون کاغذ رو بده. همون. آره ولی خلاصه. گفتن که نمیشه که زودتر کانالو بسازیم تو تلگرام. گفتم نه برای کتاب بوک کلاب اینا. گفتم نه، اول بذار به یه تعدادی برسیم، چون هنوز واقعا خیلی خیلی چیزی خیلی کوچولوه اکیپمون، ذره زیادتر بشیم، چون بوک کلاب اون تعدادش جالبه و اون آدمایی که نظر میدن حرف میزنن و این چیزا. بخواستم نظر تو رو بپرسم. ببین موافقم، خب ولی اسم میکنم اگه یه ذره بیاریم پایین تر مقدار رو. 500 فکر نمی کنم، چون 500 نفر اکتیو که نیست که. 100 نفر دوست دارن کتاب بخونن، 100 نفر میخوان ویدیو ببینن، 100 نفر تو راه وقتی دارن رانندگی میکنن میخوان گوش کنن ویدیومونو، 100 نفر دارن ظرف میشورن گوشمون میکنن. ممکنه کتابخون نباشن. 500 فکر میکنم یه عددیه که از این 500 نفر دیگه حداقل 100 نفرشون چیزن. ولی 100 تا واسه ولاگ گرفتن منطقیه، ولی 500 تا برای اون کانال بوک کلاب هم منطقیه. فکر میکنم که باشه. این البته نظر منه، نمیخوام دیکتاتور باشم ولی هستم. متوجهم. آره. امروز داشتم راجع به این فکر میکردم، یه ذره غمگین شده بودم، زیادم نمیخوام راجعش زیاد توضیح بدم که چرا بدم. احساس میکنم که میگن به زندگی دیگه اعتقاد داری. یه آهنگ هست تو اینستاگرام شنیدم، کلیتش اینجوریه که میگه خدایا باید جهان دیگری باشد. یه دختر است داره این آهنگو بخونه و اینا. نمیدونم شنیدیش نه؟ قطعا شنیدیش. فقط ایرانیه؟ آره. آره. این من احساس میکنم این زندگی بهترین زندگیه که میتونستم داشته باشم. بخاطر همین نمیتونم امیدوار باشم که جهان دیگه ای باشه که از اینجا بهتر باشه. احساس میکنم اینجا دیگه ته جایزه من از تمام زندگی که کردم. اتفاقا اصلا منطقی نیست چیزی که میگی. تو الان برگرد به 10 سال پیشت، هیچ وقت فکر میکردی که زندگیت انقدر خوب بشه؟ نه. آره. نه فکر نمیکردم زندگی انقدر خوب باشه. فکر میکردم اون دیگه ته چیزیه که یعنی تمام این مسیر تمام بهترین چیزیه که میشه به من داده بشه. ببین تمام این مسیر رو نمیتونی اینجوری شیره بمالی سر خودتو. خب 10 سال پیش هم تو فکر میکردی که مثلا یا دیگه بهتر از این نمیشه، یا من 10 سال پیش فکر میکردم که یه سینماگر تو ایران میشم دیگه. اگه قرار راجع به 10 سال پیش صحبت کنیم. اوکی. خب. میشه چند؟ میشه 95 اینا دیگه. یه پرانتز کوچیک باز کنم. تو میگی که تو فکر نمیکردی که 10 سال پیش فکر نمیکردی الان این سطح رضایت از زندگی داشته باشی، درسته؟ خب میشه بهم بگی که میگم 10 سال پیشت همون اصلا راجع به آینده 10 سال پیشت صحبت نمی‌کنم. 10 سال پیش همون لحظه‌ای که بودی. اوکی. همون حسی که به زندگی داشتی 10 سال پیش فکر می‌کردی که مثل همین الان که خب این الان دیگه بهترین حالتیه که من میتونم داشته باشم. الانم دقیقاً همون حسو داری که این بهترین زندگیه که من داشتم. آره.
پس ولی خب اگر میگی واقع گرام دیگه، وقتی داری فکر میکنی 10 سال پیشت کجا بودی الان کجایی؟ سهل، زندگی یک مسیر A تا B'ه، A تا Z'ه. خب این 10 سال پیش تا الانم یه سری تغییرات کردم، یه سری رشدها داشتم، یه سری موفقیت‌ها داشتم، ولی همش شامل همین زندگیه. زندگیم عوض نشده که، همین زندگیه، یه زندگیه این 10 سال پیش تا الانم. 10 سال پیش تا الان زندگی عوض نشده. یک زندگی همچنان. یک زندگی ولی هزار تا اتفاق توش افتاده. اوکی، هزار تا یک تغییر زندگی کرده. هنوز یک زندگی. متوجه هستی که دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ من One life. I talk about only one life, not different lifestyle. I talk about only one life. این قلبا دیدی توی بازی ها. ببین خیلی یک تمرین روانشناسیه که بهت میگن زندگی تو از توی سالها برامون یه گراف درست کن، یه اوکی. نمودار درست کن که بالا پایین موفقیت و شکست ها چی بوده. اینم یک لایفه، وان لایف. اوکی. خب One. ولی بالا پایین داره. آره. یه جا شکست میخوری، یه جا موفق آره. میشی. اینجایی که موفق میشی حالت خوبه، میگی که خب الان دیگه زندگیم از این بهتر نمیشه. بعد میری 5 سال بعدش یه موفقیت بزرگتر به دست پیدا میکنه، میگی که خب از این دیگه زندگیم بهتر نمیشه. ولی همین این پیشرفت اینجوری بهت ثابت میکنه که آقا 5 سال بعد از اون هم ممکنه که از این بهتر بشه. اینو قبول داری یا نه؟ 100%. تو پوینتمو نگرفتی. من نمیگم زندگیم از اینی که هست بهتر نمیشه. میگم اگه زندگی های متفاوتی داشته باشم، خب یا قرار داشته باشم، این زندگی بهترینشه. از کجا میدونی؟ حس میکنم. حسم بکنی باز نمیتونی مطمئن باشی که. خب پس میگی که اگه پازیتیوی، مثبت گرایی، پس بعد این شانس هم بدی که زندگی دیگه هم مثبت باشه ببین، و بهتر از این باشه. آیا فکر میکنی پازیتیو بودن با واقع‌گرا بودن در تضاده؟ میخوام این سوالو بعضی قبلش. وقتا آره. خب برای زندگی من نیست. بذار مثال بزنم. من سیاوند زندگی کردم، بزرگ شدم و خیلی اتفاقات این شکلی. نیوبران هم زندگی کردم، ونکوور هم زندگی کردم، جمهوری هم زندگی کردم، شرق غرب هم زندگی کردم، شهرزیبا هم زندگی کردم. اوکی. خب الان یارو میگه 2 دقیقه اینجا بشین. من همیشه واقع گرا بودم و پازیتیو هم بودم، مثبت اندیش هم بودم. این یعنی چی؟ من واقع گرا بودم که الان وسط سیابان نمیتونم لامبورگینی گالاردو نارنجی سبز چیز داشته باشم، متالیک داشته باشم. خب تو سری سبز متالی قشنگه، نیت فور اسپید معمولا سبز درست. ولی مثبت اندیش بودم، میگفتم میتونم از سیابان بیام بیرون. خب واقع‌گرا بودم، میدونستم تئاتر شهر سالن اصلی رو بهم نمیدن، ولی پوزیتیو بودم، واسه شهرزاد سالن اصلی میجنگیدم. واقع‌گرا بودم، میدونستم نمیتونم کف بیورلی هیلز توی کسل زندگی کنم. مثبت گرا بودم، میدونستم ونکوور میتونم یه خونه خوب داشته باشم. میتونم یه پارازیت بندازم واسه. مکزیکیا آهنگ بیورلی هیلز چیزو دارن بابا، واسه خونه تو بیورلی. آره اونو شنیدیمش. آره اینا ورژن مکزیکیشو شنیدیم اون روز. خیلی دوست داشتم. فینال که نه تو بازی مکزیکو فینال واسه تو اون بازی بود. تو بازی مکزیک انگلیس اینو ورژن مکزیکیشو شنیدیم، خیلی برام جالب بود. با خیلی باحال بود، حال کردم وایبش. کلا اون آهنگو من خیلی دوست دارم. آره خب بفهم. این مثبت گرا بودن و همزمان واقع گرا بودن، معذرت میخوام من جامو عوض کردم، با هم در تضاد نیست توی زندگی من. شاید بگی که فکر می‌کنم خیلی خاصم، نه اصلا فکر نمی‌کنم خاصم، فکر می‌کنم که واقعا جفتش با هم هستم، هم مثبت گرام هم واقع گرام. و مثبت گرام میدونم زندگیم بهتر میشه، میدونم از سختیایی که جلو راه رد میشم، میدونم گیر نمی‌کنم توی سری چیزای مختلفی که الان داخلشم.
خب ولی واقعا میدونم صبح نمیتونم به تمام ویش لیستام برسم، ولی میدونم که این به اون ویش لیستام میرسم. واسه همین توی ویش لیستم مثلا خیلی چیزای گنده نیست. اسب ترکمن مثلا تو ویش لیستم نیست، ولی مثلا چالنجر هست، دوج هست، فورد موستانگ هست، دوجی هست. آره و دوجم نیست، داجه. اگه میخوای درستشو بگی دودجی. مسخره بخوای بگی دوجی. خب. آره بس همین فکر میکنم این زندگی بهترین زندگی که قرار داشته باشم، چون واقعا همه چی خیلی خوب کنار هم چیده شده توی زندگی. سخت بوده قطعا، سختی دارم قطعا، جایزه گرفتم نه واقعا، دوست داشته شدم کم، خوشحال بودم گاهی، غمگین بودم قطعا، آینده شیرین تر میشه، باید باشه، موفق میشم، باید بشم. خب ولی این یه مسیره، من این مسیر رو طی کردم که به یک جایی برسم. آیا رسیدم به اون گل نهاییم؟ نه، میرسم. آره اینا تفسیر زندگیمه، اینا چیزیه که از زندگی میفهمم و میدونم که این زندگی بهترین زندگی که قرار داشته باشم، چون نمیشه همه چیز درست در بیاد توی همه زندگی دیگه، یا حتی یک بار دیگه همه چیز درست در اومده. سخت بوده آره، ولی رد شدم ازش. چه میدونم درک نشدم آره، ولی پیدا کردم کسی که درکم کنه. رفیق نداشتم آره، تنها بودم آره، ولی رفیق پیدا کردم. من تا 9 سالگی هیچ دوستی نداشتم، نه به خاطر اینکه کسی با من دوست نمیشد، چون نیاکاران بودم. فاصله طبقاتی آدم ها با من خیلی واضح بود و کسی نمی اومد سمتم. و محلی هم که توش زندگی میکردیم خیلی اداری بود، دوست کوچه محلم نداشتیم به فوتبالی بازی کنیم و گپی بزنیم و اینا. به خاطر همین تا 9 سالگی دوستی نداشتم. دقیقاً گل کودکی کردنه. خب و من با خودم بازی میکردم، با یه بیلچه تو زمین خاک میکردم تو باغمون. به خاطر همین این تفاوت سطح بوده، دوست نداشتم، ولی به مرور زمان کلی دوستای خوب پیدا کردم. درک نمی‌شدم، عاشق هنر بودم. به مرور زمان دوستایی پیدا کردم که هنر رو درک می‌کردن، خودشون هنرمند بودن و با هم جلو رفتیم. کلی اتفاقات خوب افتاده. خیلی خیلی غیر منطقی برام به نظر میاد که اگه قرار زندگی دیگه‌ای هم وجود داشته باشه، انقدر همه چیز شفت و بس باشه. میدونی چی افتادم؟ من اولین دوستم تو مهد کودک بود. خب اسمش لیلی بود. لیلی کیه؟ نه آهنگه و لیلی کیه؟ بعد تو بعد ادامه‌شو بخونی. لیلی همون دختره. آره خلاصه که لیلی بود. بعد با لیلی نمیخوای حرف بزنی چند لحظه؟ گفتم لیلی اگه من اینجا میبینی من پیام بده. بعد تو مهد کودک شایان بعد ببین مهد کودک شایان که میگم تو یه شایان میشنوی؟ شایان بود اونجا، خود شایان هم اونجا بود. آره چون مهد کودک مال مام بابای شایان بود. شوخی میکنی؟ نه بعد جالبیش میدونی چیه؟ شایان و خواهرم با هم دعواشون شده بود. خواهرم زده بود شایان رو، ببین دعوا کرده بودن. بعد خواهرم شایان رو زده بود. خب بعد رفته بودیم اونجا، مامان بابام رفته بودن اونجا ببینن چه خبر شده و اینا. بعد نگو شایان به جای اینکه به خواهر من توجه کنه رفته بود به یه نفر دیگه توجه کرده بوده، بعد خواهر منو زده بودتش. حق داشته. آره و ما اونجا فهمیدیم که این شایانه دقیقا همین مهد کودک شایانه. میشه از مهد کودکمون گمشید بیرون همتون با؟ نه خیلی آدمای خوبی بودن. پول خوبی هم میگرفتن احتمالاً. پول خوبی هم میگرفتن احتمالاً. معمولی بود فکر می‌کنم، نشیدم چیزی راجعش. تو شاید بزرگ شد دیگه مهد کودکو بستن. الان مدرسه شایان، دانشگاه شایان احتمالاً داشته باشه. بعد بزرگتر میشه شرکت شایان رو میذارن. خانواده‌اش آخر عمر قراره ساپورتش کنن. بعد من هر روز صبح خواهرم رو از 2 طبقه پله کول می‌کردم می‌بردم بالا مهد کودک. ایول. میخوام
برم دایموند پیتینگ سفارش بدم از چین. اون تموم شد. اینو جمع کن اگه نمیکشی. ببین فکر کنم نقاشیش اینو نمیکنی. میکشم تا تا وقتی چشت که درد. دایموند پیتینگ بعدین بیاد. گفتم مثلا اگه اینو جمع کنی پایه‌ای با هم بکشیم. خب آخه مال خودته واسه کی همین گفته مال منه؟ خودت گفتی مال منه. قشنگ همینو گفتی. نه بیا کمک کن با هم بکشیم. آخه نمیخوایشم اصلا علاقه بهش نشون نمیدی. داری به عنوان یه بکاپ ازش استفاده میکنی. داری بهش تولید میکنی. مال خود وسیله است دیگه. ببین. شبیه زن دوم میمونه این رفتاری که داری باش. اول دایموند پیتینگ. من و تو خیلی به هم نزدیک بودیم تو شهرک. آها، کاش با هم آره. دوست میشدیم تو نوجوانی. نه کاش دوست نمی‌شدیم. چرا؟ ببین من همیشه هم بهت گفتم و باز هم تکرار میکنم تو بهترین تایم ممکن وارد زندگی من شدی، چون اگه حتی 2 هفته قبلش هم دیگه رو می‌دیدیم امکان نداشت از من خوشت بیاد. خاطر کلا یک سیبیلات. آدم دیگه. اینجوری نگو تو عاشق ریشامی ببین. من عاشق ریش بازیاتم واقعا دوست دارم. نه چیشم فهان کلا شخصیت هم فرق می‌کنه. ولی اینکه خیلی به هم نزدیک بودیم توی دوراه خیلی عجیبه برام. آره حتی محل پاتوقامون هم مثلا 30 متر با هم دیگه فاصله آره. داشته یه دوره‌ای. دم همه شمایی که ما رو تا این لحظه نگاه کردید گرم. یعنی شما الان 1 ساعت و خورده وقت گذاشتید ما رو دیدین. اینستاگرام دیگه چه خبر استودیو و کانال دیگه چه خبر تو یوتیوب لطفاً بچه‌ها فالو کنید، ساب کنید. اگه سوالی دارید میخواید راجبش صحبت کنیم توی قسمت بعد حتما کامنت بذارید و لایک کنین و اگه فکر میکنید دوستی دارید، رفیقی دارید که با وایب ما وایب میکنه میتونید ما رو بهش معرفی کنید، چون ما دایرکت بچه اگه دوست دارید دایرکت به ما بدید. ما با همه کسایی که دارن دایرکت میدیم کلی گپ میزنیم، دوست جدید پیدا کردیم و اینا. در اصل ما داریم اینو درست میکنیم که یه چند ساعت دور باشیم، یه ساعتی هم که شده دور باشیم از همه اتفاقات دیگه. نه این حرفو نزن، این حرفو نزن. تو خود گفتی فوش ندیم، پس تو هم نمیتونی فوش بدی دیگه. آخرین فوشه بود که قراره توی این چیزا بگیم دیگه. قسمت بعد با فوش شروع کنیم. بدیارم چی شده. شلوارک هم پیدا کردم دنبالش بودی؟ در بدانی مثلا اینی که پوشیدم جا اونو پیدا نمی‌کردم. کدومو؟ قرمزه که خریدم شبیه بادم پول داره یه سمت چیز میشه روبروی میدونه که با واین دستشون آره لب استخر نه روی کشتی دارن قدم آفرین روی چیزم رو کروزم آفرین و زیادم برش مهم نیست که رو کروزت نیستی، رو یاتی. کروز جاییه که کشتی مال یکی دیگه است میبره دیدی من اون من خودم من زینم اینقدر زینم پول نبود. اوکی سخت آرزات همینقدر که منطقی هم هست، خیلی واقع و بینانه است. آفرین. آره اگه ممکنه بهمون بگید که دوست دارید قسمت بعد راجع به چی صحبت کنیم. گفته بودن که راجع به اینم آخری هم بگم که تموم بشه بره. گفته بودن راجع به زندگی توی کانادا صحبت کنین و راهنمایی اینا. انقدر صفحه هست، انقدر چیز میز هست که فکر می‌کنم اگه ما بخوایم همچین کاری کنیم دیگه خیلی زیاده روی میشه. دارم اون ولاگ ها که قراره گرفته باشه یه جور روزمرگیامونه دیگه، بخاطر همین اونو داره. و یه خبرم بدم به مناسبت اینکه صفحه اینستاگرام 200 خورده‌ای فالوور گرفته. ما قراره یه سری محتویات ریلز فقط و فقط مختص به اینستاگرام درست کنیم تا زمانی که به 100 ساب برسیم ولاگامون رو قراره شروع کنیم، دستمون گرم شده باشه، فهمیده باشیم چیا دوست دارن و اینا و منم یه ذره دستم بیاد چیکار باید بکنم. این خیلی وقتی که ولاگ نگرفتیم. حرف پایانی؟ چه سکوت رادیویی یهویی شد، گوشام باز شد. من آلرژی خیلی بدی گرفتم بچه‌ها. این قسمت صدام خیلی بد بود. صدات هیچ تغییری نکرده. به خودم صدام خیلی تو دماغه تو سرم. نه دیروز که رفته بودم من توی که شبیه خانواده ایرانی دم در تازه یارش میاد بعد خدافظ. آفرین. دیروز که رفته بودم اون یکی آفیسمون داشتم کار میکردم، اومده بودم برای مصاحبه و اینا، کاری ندارم. بعد یکی از این دخترها برگشت گفت شما خیلی صدای خوبی داری بهم. خیلی خوشحال شدم.
صدای خوبی گفت داری مخصوصا پشت تلفن، چون من همیشه فکر کنم صدام خیلی بده. بابا. این همه کامنت این که خوشگلی گرفتی یه ذره نه پازیتیو میفهمم، باش. احساس کنم صدام جیغه، یعنی خیلی نازکه. نه اصلا اینجوری نیست. بعضی وقتا فکر میکنم که وای، یعنی همه اطرافیانم دارن این صدایی که من مثلا رو این ویدیو دیدم و میشنون، چطوری من رو تحمل میکنم؟ برای کدوم خودم ویدیو؟ خیلی اذیت کننده است. ببین چون صدایی تو مغزم اوکیه برام، ولی شما یه صدای دیگه میشنوید. خب آره بعد که اون صدای دیگر رو میشنوم میگم که وای همه دارن این صدا رو میشنون، چطوری دارن هر روز با من صحبت میکنن و تحمل میکنن اینو. موقع ادیت کردن که خودم میبینم خودم میذاره به خودم حال نمیکنم معمولا. ولی دیگه انقدر این 10 سال اخیر خودمو دیدم عادت کردم. آره ایگنور میکنی بیشتر. آره. خیلی دوست دارم زودتر برسیم به مانیتایز که ادیتو بدم به یه نفر دیگه، تامنیل بدم به یکی دیگه، هم راحت بشم هم حرفه‌ای تر بشه، بالاخره مخاطب داره نگاه میکنه کیفیت بهتری داشته باشه. آره. دیگه انقدر خدافظی نمیکنم. آره دیگه بای بای. خدافظ. من اینو نشون بدم چیکار کنم؟ خدافظ همشو با هم. کامپیلیشن.